با سلام خدمت شما عزیزان. من امروز قصد دارم در مورد طریقه باز کردن ساز آکاردئون باهاتون صحبت کنم و اجزای اون رو بهتون نشون بدم. عذرخواهی میکنم مدتی تأخیر داشتم. بعد نیست اینجا اشاره کنم توی یه بحث دیگه در مورد میکروفون های بیستیم و فرستنده ها و گیرنده های وایرلس. من الان یه پیج دارم به نام صوت.music 1400 که میتونین تو اون پیج هم اطلاعات منو ببینید و ببینید چه کارهایی تو مدت غیبت هم انجام دادم. اون فرستنده ها کاری که میکنه کلا حذف سیم ها رو میکنه تو استیج و برنامه هایی که ما میخوایم زنده اجرا کنیم. کلا من یه قسمتی در موردش رو تو همین سایت گذاشتم، ولی دیگه بقیه‌اش اگه خواستین دنبال کنین چه تو سایت آپارات میتونین دنبال کنین در مورد فرستنده ها و گیرنده ها که یک صفحه اختصاصی دارم و یا توی پیج اینستاگرام. امروز بحثی که ما داریم در مورد طریقه باز کردن ساز آکاردئون هست و توضیحاتی که لازم هست اینجا براتون عرض میکنم. به طب من دوربین رو دیگه میارم روی ساز و شما بیشتر میتونید متوجه بشین. ببینید این یه ساز آکاردئون ولتمستر مدل آمیگا 80 باز بکنم باشه. ببینید طریقه باز کردن آکاردئون رو اول براتون توضیح بدم. اولین چیزی که شما تو آکاردئون میخواین نگاه کنین و بررسی کنین اینه که بیاین ببینیم زبونهای خروجی هوا چه شکلیه. دو تا کلید اینجا میبینین. اینا حالا به یه حالتی آهسته حرکت میدین و میبینین کم کم این باز میشه. این باز میشه و ببینیم به این صورت میارینش بالا. تصویر نگاه کنین. این جا میخوره این دو طرف و اینجوری میاد چی؟ بالا. اینو ما برمیداریم. الان اولین نکته‌ای که من تو این ساز دارم دقت میکنم میبینم که اینها زبونهای این ساز قبلا تعمیر شده. حالا چرا تعمیر شده من نمونهشو برای شما در میارم و توضیح میدم. دقت کنید میارم نزدیک. ببینین اینا اومدن این قسمت نمد درسته مال خود ساز هست، حالا یاد ساختن، ولی زیرش ابر گذاشتن. تو دوربین نگاه کنین ابر، در صورتی باید نمد باشه این قسمت نه ابر. ابر به مرور زمان دوچار خوردگی میشه و کم کم از بین میره. مثلا شما تو این نمونه بعدی شما الان در میارم نشونتون میدم، ببینین دیگه کاملا ابر از بین رفته، ولی در صورتی اگر نمد بود هیچ وقت این اتفاق براش پیش نمی اومد. الان من نمونه‌ای ندارم نزدیکم که براتون توضیح بدم، ولی یه نمونه‌ای که خودم ساختم و الان براتون نشون میدم ببینین تفاوتو. این نمونه‌ای است که من خودم با فایبرگلاس ساختم برای یه ساز. بعد ببینین یک لایه نمد گذاشتم مشخصه تو دوربین بنفش رنگی. بعد اومدم از پارچه جیر استفاده کردم یا همون مخمل خودمون که نواری تو بازار هست، بیشتر اونایی که تو کار وسایل تزئینی گلارایی هستن این و نمد رو دارن، اینم دارن و اینو اینجوری با چسبای دو طرفه به هم اتصال دادم. حالا ببینین ضخامت اینو و حالا مقایسه کنیم با این. وقتی این اینقدر کوچیک میشه چه اتفاقی برای ساز ما میفته؟ کلیدای ما یه خود آزاد عمل میکنن، به قول خودمون میگیم لق میزنن کلیدا تو کار. بعد هر چقدر مجبور میشن دست ببرن تو این اهرما رو کج کنن و مشکل ایجاد بشه. اینا شما راحت میتونین حتی خودتون با همین تکنیکی که من گفتم درست کنین. اگر احیانا یکی از مجراهای خروجیتون مشکل داره یا جدا شده، نمدشو تهیه کنین، به همون اندازه نمدها برش بدین، چسب دو طرفه تهیه کنین. میتونین از دیجیکالا یا از چسب فروشیات تهیه کنین. این شکلی هستن چسب‌های دو طرفه مثلا، و یا اونایی که ضخامت بیشتری دارن حالت ژله‌ای هستن به این شکل هستن. و بعد یک لایه مخمل هم اضافه کنین که حالا مثلا من الان یه مقداری از اینا اینجا دارم براتون نشون میدم. ببینین اینها این نوارها یا گوبان‌های مخملی هستن که شما میتونین استفاده کنین و دقیقاً سایزشون میخوره به همین سایز آکاردئون ما و زبونهای ما و بچسبونید روی اینها و استفاده کنید. اینجا یکم مشکل جا داریم و در نتیجه خود سخته برامون اینجا کار کردن. خب
ببینید حالا من اینا رو جا میزنم که دوباره بعدا من باید کل این زبانهایی که نشونتون دادم و خدمتتون توضیح دادم در اینجا اینا رو کلا جدا کنم، نمدش رو بزنم و برای اینجا پارچه جیر یا از همین اینا خودشون چرم ماننده دیگه. این چرم الان مثلا توی این گذاشته، پشت چرم رو استفاده کرده. ببینین این مشخصه که چرم استفاده شده و یه چرمی رو اومده گذاشته اینجا و استفاده کرده. ولی از اون پارچه های مخمل هم شما میتونید استفاده کنید و کارتون رو انجام بدید. حالا پس این از این قسمت داخلی ساز رو بهتون گفتم و اینم ببینید زبونه ها که جابجا میشن و این سپلانکا هست. این قسمت رو من راحت دیدین براتون باز کردم و توضیح دادم. حالا میایم وارد کلا باز کردن ساز میشیم. شما میخواین یه ساز رو باز کنید ببینید داخل وضعیت داخل زبونه ها چجوریه. من از یه دونه از این انبوه قفلی کوچیک استفاده میکنم، ولی شما با انبوه دست با هر چیزی میتونید استفاده کنید. فقط حوصله باید داشته باشین که خدای نکرده خطی روی ساز نیفته. اینا نه حالت پیچی دارن، فقط شما کافیه اینو محکم اهرم کنین و به سمت بالا و یکم چپ و راست بکشین. به همین راحتی که دیدین آزاد میشه. اصولا سمت راست 3 تا داره و سمتی که آکوردهای ما وجود داره 4 تا داره. و دقیقا همین جریان رو شما در پشت سازم دارین. ساز رو برعکس میکنیم. حالا من اینجا همینجا ایستاده انجامش میدم و این پیم ها رو آزاد میکنم. ببینید وقتی مطمئن شدین که تمام پیم ها رو در آوردین چک کنین، چون یکی در نیاوردین فشار بدین ساز میشکنه، از اینجا ترک میخوره. مطمئن شدین که به این حالت اومده ساز رو راحت دیگه میتونین جدا کنین. این دو قسمت و فانوسش رو جدا میکنین. ببینین اینجا قسمت پلانکه ها و کلاویه ها هست، این قسمت فانوسه و این قسمت هم که قسمت آکورد و دست چپه. ببینین من الان به همین راحتی که نشون شما دادم با یه فشاری که من اینجا رو بیارمش پایین که شما ببینید راحت میتونم الان ساز رو از هم جدا کنم. ببینید این قسمت جدا شد، این قسمت فانوس جدا شد. ببینید این فانوس که الان ببینید این فانوس تقریبا فانوس سالم و تمیزی هست. فانوس میذارم عقب که تو دستمون نباشه و حالا میرسیم به این دو قسمت اصلی ساز. اصلی ترین قسمت ساز همین قسمتی هست که شما الان دارید میبینید که هم کلاویه های ما هستن. حالا من میتونستم بندهای سازم باز کنم که رو دستم نباشه، ولی خب حالا باز نکردم. و اینجا اگر دقت کنید به اینا میگن پلانکا. میگن وقتی ساز 3 پلانکا داره ببینید 1 2 و 3 پلانکا وجود داره تو این ساز. و نگاه میکنیم ببینین اگر مومهای پلانکا، من تو فیلم قبلی هم گفته باشم، دست نخورده باشن مشخصه که این زبونه ها دستکاری نشدن. ولی اگر عکس‌ها و پیج قبلی عکسای پیج من نگاه کنیم میبینین که پلانکا هایی که دستکاری شدن چه شکلی هستن. این ساز نشون میده که تا حدودی پلانکا ها سالمن. حالا یا این پلانکا ها از یه ساز دیگه آوردن انتقال دادن به این، حالا علت داره که من این صحبت رو میکنم، چون این ساز مشخص میکس شده از چند تا ساز و فابریکی نیست.
حالا علتایی که من میتونم بهتون بگم که مثلا اینکه این قسمتی که مال کلیدهای ساز هست کاملا مشخص دست سازه، این اصلا فابریکی نیست، خودشون تولید کردن، از نوع رنگی که بهش زدن، این زبونه هایی که براتون توضیح دادم که چه اتفاقی براشون افتاده. ولی خوشبختانه این ساز تو پلانکاش تقریبا سالمه. حالا رو فالشیش باید بچینیم بررسی کنیم. من که یه تیکه اجرا کردم، دست چپش فالشیاش یکم زیاد. خب البته ما تو ایران بیشتر نوازندگیمون رو با دست راست انجام میدیم، ما ملودیکی. میبینید من این وصف رو اینجا بگم، ما کلا موسیقی ما مونوفونیکه، پلیفونی نیست، مونوفونیه. مونوفونیک یعنی تک صدایی. حتی سازا سنتیمون هم که چک میکنیم میبینیم که نوازنده ها یه ملودی رو میزنن، حالا یه دفعه با